من زاده ناحیه ترسونزاده، جماعت دیوات نواباد شهر ترسونزاده، دهه چرتق قربان نصرت الله می باشم. دهم دکبر سال 1958 تولد شدم. من با بیماری قند از سال 2007 گرفتار شدم و از سال 2011 هم با بیماری کسلی دل گرفتار شدم. 2 مرتبه دل من انفارکت داد. برای و جمهوری تاجیکستان رفتیم. در مجمع استقلال و من 2 تا استن موندم. من هم کسلی که قند بودم، نفس کشیم خیلی دشوار بود. دست و پاها همه خیلی نقص کار نمیکردن. با یک شکلی که همه وش کده دل نفس کشی دل تنگی میکرد. از این لحاظ باز دلم انفارکت داد. همون استقلال مجموعات که در قبط دوم آن کارمندان طبی هندوستان فعالیت میکردن، بردن گفتن که اینا نمیدلینه چی بود تست و هندوستان برای جراحی بردن در کار. خیلی بچه من بعد که دیگه علاج که نبود که من ای حال و مدار رفتگی بودم که نفس کشیدن نمیشد و هندوستان رفتیم. در هندوستان من جراحی کردم. ای رگ‌های پام، ای هر دو طرفی پام ای کفتم، من چیا گرفتم. من رگ‌های پام بینن جراحی کردن. رگ‌های گرفتم بگوی در دل موندن. رگ‌های دل گفتن کار ناشایم است، دیگر یگان راهش نیست. و ما راضی شدیم. انا جراحی 10 ساعت و 30 مینوت دوام کرد. همه رگ‌های عوض کردن ای هندوستان. خیلی کم بهتر شدم. اومدم بعد 2-3 ماه هر روز با استقلال رفته در اونجا با اثر نو نگاه میکردن. همه پرویاس که میگن روسا هم خیلی میکردن. همه هوا حرارت هوا که گرم شد نهایت نفس کشی دشوار شد. دیگه حالت گشتن نشد در اونجا. بعد من با همراه اویلم به شنبری که رفتگی بودیم در اونجا دادرشون میرزا یوسف همونجا هم همه خیلی یک اتاق کاری داشته است که علف های گیاه های همین جمهوری تاجیکستان که خود میرزا ملا یوسف طاهری ملا ظهور طاهری تیار کردگی بوده است، استفاده برده با میزاجان میداده است. اویله من که همه کسلی قرطق درد سخت بود، پسرم و با تمام جمهوری برد، چقدر مبلغ های کلان صرف شد، هیچ ساز نشد. همه شبا خواه رفته نمیتونست، قرطقش درد همونجا بردن. دیدن برابر گفتن که این گریبا که گوش و قرطق شده است. از همون داروهای دکتر طاهری دادن و با 1-2 داروی دیگه دادن. در مدت 2 روز گلوی وی پره برقرار شد، با شکلی نوده گرفتار شد. چنان خرسند شد، مینداری کلان ظاهر کردیم و ما اعتقاد کلان پیدا کردیم به این ملا ظهور طاهری دکتر. بعد به دادرش زنگ زدم که به من یک جای سلقین در کار که دل من دیگه نفس کشیدن نمیتونه، کار کردن نمیتونه. و گفتن که دهه پتخی ناحیه عینی روید، همونجا سناتور دکتر طاهری و خودشون در همونجا که آمدیم اینجا حقیقتا طبیعت زیبا، چنون همه خیل سلقین، نم یگان زواد و فابریکه، هوای تازه ما قبول کردن. در اینجا نه کندنسنر در کار و نه یک شمالتیک در کار، باد و هوا نهایت تازه. از همه داروهایی که دکتر طاهری با میتین با میزاجان ها، داروی زمش فلور همینا، همه خیلی آدم نقص حس میکنیم. خودمون برقرار کردیم. نفس کشی بسیار ساز، سحریا هر خیلی مشقای پگاه روزی میبرد. اینجا باغی کلان، چنون طبیعت زیبا، تمام نمود گیاه های شفا بخش از پودینه و زویره بای و همه دلانه و برگ زلف و سر کرده، همه کسلاده اینجا در همه گیاه ها بوده است. همه نشان میتید که من این گیاه برای گرده، من این برای جگر، من این برای دل، من این برای کسلی قند پس کردن،
طرزی استفاده برده استعمال نموده کدام وقت استعمال بردنش خودشان نشان میتین میزاجانو چقدر ای بخارا آمده بودن ای سمرقند آمده بودن ای شهر ترسونزاده از کلاب خرسند با دل پور به دردشان دعوا ملهم میابند و میروند. من در اینجا برنامه دکتر طاهری دیدم چخیل باید دراز عمری آدمیزاد باید زیاده 100 سال عمر بینه برنامه تشکیل کردگی همه برنامه به درجه به میزاجانا به من معقول شد که پگاهی میخزی و خیلی مشقهای جسمانی که برای دل کدام مشق کردن در که برای قرطوق برای منمی استخوان در برای ردیکولی برای دست و پای ها برای قندها خیلی آوازها صداها برآوردن در کار چقدر آدم خودش سبک همه قدر کسل سخت باشه خودش سبک بعدی مشقا چی میکنی طرز آب نوشیدن آب از طلا هم قیمتر جا برنامه ها دارد دربارش معلومات ها نوشتگی هستن میخونی حلاوت میبری. من یگانه پیشنهاد میکنم به تمام میزاجان جمهوری تاجیکستان به خلق جمهوری تاجیکستان بیاین از برنامه همین دکتر طاهری استفاده برند. این برنامه دکتر طاهری من پیشنهاد میکنم که از مکتب ها سر کده به طلبه ها درس دیان چقدر بیماری از بین میروه مردم سرسان و سرگردان نشده به جمهوری های بیگانه نمیروند و همه خیلی گیاه ها قطعی به دارو به اوکل و به مبلغ زیادتی خداشان شفا میتیم. من اینام خودم اینام اهل و عائلم با کارهای دکتر طاهری موفقیت های کلان میطلبم بگذار صفحه همه خیلی دکترها زیاد شوند شاگرداشون من کازی تیار کرده استادن همین برنامه اگر تمام حکومت جمهوری تاجیکستان پارلمان اگر تصدیق کنه آدمای سالم فکر با فکری من نوران علی نور میگرده در جمهوری تاجیکستان.